بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. کتابی را که امروز ما و شما انشاءالله شروع میکنیم و میخوانیم، المتممة لكلام ائمة الدعوة في مسألة الجهل في الشرك الأكبر، تألیف شیخ علی ابن خضیر الخضیر. در این وقتا دوستا زیادتر سر از این مسئله جهل در شرک اکبر زیاد بحث میشه و زیاد گفتگو میشه و زیاد دوستا سوال میکردن. من خواستم که در این راستا به خاطر از اینکه سوالات زیاد بودن، همین کتابی که یه عالم تألیف کرده این جوابگوی تمامی همین سوالات است. ما همین کتاب انشاءالله امروز ما و شما میخوانیم و سرش بحث میکنیم. نام کتاب هست المتممة، یعنی متممه چی معنی؟ به معنای تکمیل کننده، تمام کننده هست. چی رو تمام میکنه یا تکمیل میکنه؟ میگه لکلام ائمة الدعوه، برای سخنای امامای دعوت فی مسئله الجهر، در مسئله جهل، فی شرک الاکبر، در شرک اکبر. یعنی ما و شما خواندیم در درسای عقیده که یکی شرک اکبر است و یکی شرک اصغر است. مثلا شرک اصغر او گناهایی است که برش کلمه شرک استعمال شده یا کفر استعمال شده، لکن او انسان از دایره ایمان خارج نمیکنه، او رو شرک اصغر میگن. و شرک اکبری را میگه که مثلا یک نفر میره با بت سجده میکنه، به قبر سجده میکنه، برای مخلوق به نام مخلوق نظر میکنه. در این مسائل در شرکیات مبتلا میشه. حال اینجا اکثرا سوال میکنه که اگر کسی در شرک اکبر واقع میشه، در کفر اکبر واقع میشه و این جاهل هست، علمیت نداره، به اساس جهل این شخص مسلمان است، لکن به اساس جهل در شرک و کفر مبتلا هست، آیا امی جهل ازی بر ازی عذر میشه و یا نمیشه؟ این عالم شیخ خضیر ابن فهد الخضیر است. این عالم در این راستا یک کتاب تألیف کرده. خب در مقدمه کتاب معرفی کرده و مؤلف معرفی کرده. ما و شما مستقیما میم سر مقدمه خود مؤلف رحمه الله تا که مقدمهش بفهمیم که هدفش از تألیف از کتاب چی هست. در مقدمه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. متن کتاب: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و بعد. فهذه متممة، یا عالم متن از امیر خود عالم است، میگه که فهذه متممة، این کتاب میگه که هست این تمام کننده هست. منظورش هذه چرا گفته؟ چون یک رساله هست، کتاب کلان نیست. رساله کوچک است، چند صفحه هست. ما شما میفهمیم کتابای کلان مثلا قرآن و تورات و انجیل و زبور و تورات 4 کتابای کلان بودن و صحیفه های خرد بودن، به حضور صحیفه میگفتن. ما شما با کتاب ها و صحیفه ها ایمان داریم. در مسائل کتاب های علمی و اکادمیک و تحقیقی که هست، یکی کتاب کلان می باشه که شاید تعدادش 2000 صفحه و 3000 صفحه باشه. بعضی کتاب های دیگه هستن رسالگک ها هست که 30 صفحه 40 صفحه اینطورا باشه، به حضور رساله میگن. از این خاطر این میگه فهذه متممة، امیر رساله که هست میگه این تمام کننده هست. برای چی؟ لما کتبه ائمة الدعوة السلفیة النجدیه، درباره اون چیزایی که امامای دعوت سلفیه نجدیه یا نوشته کردن. اما علمای بزرگی که در دعوت بودن، اینا کتاب‌های نوشته کردن، مشخصاً همین موضوع را سرش بحث و تحقیق کردن. این عالم میگه که چی هستن؟
میگه این کتاب ما تکمیل کننده از او کتاب هاست. در کدام مسئله؟ فی مسئله عذر عدم العذر بالجهل فی شرک الاکبر. میگه این کتاب ها که تألیف شده و این کتاب ما هم که تألیف شده است که در شرک اکبر عذر نیست. که کسی بگه والا من جاهل هستم به قبر سجده کردم، من جاهل هستم قانون طاغوت پذیرفتم، من جاهل هستم مثلا من به بت سجده کردم، والا فلانی نفر بر اساس جهل زیر پای قبر مثلا حیوان کش، در شرک اکبر مبتلا شد، والا جاهل است نمیفهمم. از این خاطر علما میگن که در اینمی مسئله، در مسائل شرک اکبر و کفر اکبر، در اینجا عذر نیست. این کتاب ها رو میگه یا نوشته کردن جعلتها متممتا. من همین کتاب خودم میگه تکمیل کننده ساختم للکتب الاتیه، از این کتاب هایی که تحدثت عن عدم العذر بالجهل. به همین کتاب هایی که این کتاب ها سخن گفتن از چی؟ از عدم عذر بالجهل. کدام کتاب هاست که این چی کردن؟ یعنی یه عالم آمده این 3 کتاب خلاصه کردن، خلاصش کردن و این کتاب خود خلاصه و تکمیل بر زمین که کل نظریات از اینا رو جمع کرده و میه بر دوستا تقدیم میکنه که اینه برادر شما بسیاری وقتا بعضی کسا هست که شما ایده باشین که وقتی برش بگویی که در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست، باز میخیزه میگه این عقیده خوارج است، این عقیده مثلا چی از شما خارجی هستین، شما فلانی هستین، شما نامای مختلف میمون، افراطی هستین، تکفیری هستین. این عالم میگه که اینما این کتاب ها را براتون کلش چی میکنم و اقوال کل از علما را نقل میکنم. اول کتابی که میگه این راستا نوشته شده میگه یک کتاب است به نام مفید المستفید فی کفر تارک التوحید. نام کتاب است مفید المستفید، میگه بسیار فایده میرسانه برای استفاده کننده در چی؟ در کفر ترک کننده توحید. مجرده که یک کس توحید ترک میکنه این کافر میشه. و این کتاب است، این تالیف کی است؟ للشیخ العلامة الامام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله. این از التمیمی هست. این شیخ علامه امام محمد ابن عبدالوهاب التمیمی رحمه الله این کتاب تالیف کرده. دوم کتابی که میگه ایده ما خلاصه کردیم و در اینجا آوردیم، رسالة الانتصار لحزب الله الموحدین. این رساله هست، این هم یک رساله هست، رساله نصرت است لحزب الله الموحدین، به حزب الله، یعنی کسانی که در گروه الله هستند. وقتی که در قرآن میکنه که الا ان حزب الله هم المفلحون الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، این کسایی که در حزب الله هستند و موحدین هستند، بر از اینا نصرت است. کتاب من این کتاب کی داره و رد کرده بالای کی؟ علی المجادله عن المشرکین، بالای کسایی که اینا مجادله میکنن، مناظره میکنن، گفتگو میکنن بر دفاع از کسایی که مشرک هستن. یعنی انسان مبتلا به شرک شده، توحید ترک کرد، مشرک شد، علیمه از اینه مشرک دفاع میکنه. این رد از بالای اینمی اشخاص. این کتاب کی تالیف کرده؟ للشیخ عبدالله ابن عبدالرحمن ابا بطین رحمه الله. این هم یکی از علمای بسیار بزرگ قوی هست. این کتاب تالیف کرده. مشخصا از عنوانش انسان میفهمه که کل کتاب خود معرفی میکنه. رسالة الانتصار لحزب الله الموحدین والرد على المجادل عن المشرکین. این نام کتابش است. سوم رسالة تکفیر المعین. سومش رساله تکفیر شخص معین هست. رساله تکفیر شخص معین که آیا کسی که به شرک و کفر اکبر مبتلا شده باشه آیا او تکفیر میشه؟ شخص معین مثل که حال بسیاری کسا مثلا میگه که ما عام یک نفر میتونیم بگوییم که تو کافر هست، یعنی کار اگر کرد کس کافر میشه. مثلا تو عام گفته میتونیم که اگر کس پیش بت پرستش کرد، بت پرستی کرد، رفت سجده کرد، کافر میشه. لکن مشخصا اگر یک شخص دیدیم که رفت پیش بت سجده کرد، این معین مشخص ما اینو تکفیر کردن نمیتونیم.
این عالم کتاب نوشته کرده که رسالت و تکفیر معین. این کتاب ما، رساله ما خاص درباره چی است؟ درباره تکفیر مشخص است که بله در قرآن ثابت است، در سنت ثابت است، صحابه تکفیر کردن مشخصه. حالا اگر صحابه مثلا مسیلمه کذاب که ادعای اسلام میکرد را تکفیر نمیکردن، چرا کت جمع میکردن؟ یا مثلا وقتی که در زمان روسا مجاهدین آمدن، عیسی منصبا و عسکرایی که در قوت‌های دکتر نجیب و در قوت‌های مثلا سای منصب نجیب بود، سای منصب و عسکری مثلا کارمل بود، اینا که در این لشکر اگر یارا تکفیر نمیکردن، باز چون یا که روسا یک جا می جنگیدن، باز یارا چرا میخیستن میزن؟ یا در زمان امریکایی ها مثلا وقتی کسایی که در پالوی امریکایی بالا امریکایی برش قمانده میداد و این از پایان حمله میکرد و میکشت. این حالا اگر اینا تکفیر نمیشدن معین دیگه بازی را کی میتونست که مثلا چیز کنه بخیزه بکشن؟ در صورت که میفهمید که اگر میگفتی مسلمان است، خب باز مسلمان خود تو کشته نمیتونی، به خاطری که مثلا من قتل اگر کسی یک مسلمان میکشه باز بر از او بسیار جزای خطرناک است. این حال این رساله به نام چی است؟ رساله تو تکفیر المعین. این رساله هست درباره تکفیر مشخص. تالیف کی است؟ تعریف شیخ اسحاق ابن عبدالرحمن آل شیخ است. این یکی هم از علمای بزرگ است به نام اسحاق ابن عبدالرحمن آل شیخ، از جمله مفتی های بزرگ هستند. این میگه که اینمی کتاب ما تکمیل است برای از اینمی چی؟ برای اینمی 3 کتاب. چی میگه؟ میگه لخصت فیها، مدهمی رساله خود میگه لخصت، تلخیص یا خلاصه کردیم، هذه الكتب الثلاثه، میگه ما تلخیص کردیم خلاصه کردیم چی نه؟ امی 3 کتابه. این 3 کتابه ما چی کردیم؟ در این تلخیص کردیم و اضفت ما قاله اهل العلم، و اضافه کردیم آن چیزی که دیگه اهل علم فی هذه المسئله در این باره گفتن، دیگه علما. فی اول الرساله، در اول رساله ما آمدیم مثلا چی کردیم؟ دیگه اقوال علما را هم ذکر کردیم. خلاصه کل از 3 کتاب و در اول اقوال دیگه علما را گفتیم. و هی فی الاصل موجودتون، ای عالم همی کسی شیخ علی ابن خضیر میگه که و هی فی الاصل موجودتون فی کتابی الجمع و تجرید فی شرح کتاب التوحید. میگه اصلا این موجود است، یک کتاب دیگه ای شیخ داره به نام الجمع و تجرید فی شرح کتاب التوحید للشیخ محمد ابن عبدالوهاب. شیخ محمد ابن عبدالوهاب یک کتاب داره درباره توحید. کتاب توحید از را شیخ علی خضیر شرح کرده. نام کتابش چی هست؟ نام کتابش هست الجمع و تجرید فی شرح کتاب توحید. میگه این موضوعی که حالا من برای شما در این رسالت ذکر میکنم، این اصلا در کتاب ما همه رو ما ذکر کردیم. خیلی چرا اینجا آورد رساله مستقل خیلی ساختید؟ او کتاب که است میگه او کتاب کلان است. فجعلتها فی رسالت مستقله. میگه من اینو گرفتم در یک رساله که مستقل خاص اینو جور کردم. چرا؟ نظرا للاهمیتی، به خاطر که این بسیار اهمیت داره، و تسهیلا، و به خاطر سهل و آسان ساختن، لمن اراد معرفت هذه المسئله، برای کسایی که میخواه این معرفت بسازن. خب وقتی که شبهات ایجاد میشه، وقتی کسایی پیدا شدن که حال مثلا ما و شما اینو بسیار میبینیم که در تلویزیون ها و در یوتیوب ها و در اینجا کلیپ ها میبینیم که تکفیر معین نیست و کسی تکفیر معین میکنه، این خوارج است، این مثلا فلان است، این افراطی هست، این دهشتگر است، این تروریست است، این فلان است فلان است. این عالم میگه چون شبهات زیاد انداختن مردمای درباری و مردمایی که پیدا شدن به نام مدخلی ها و ترا، این عالم میگه من امیر مستقل رساله جور کردم تا که کسی که اگر حق میفهمه همین کتاب بخونه خلاص میفهمه که گپ در کجاست. و کسی که در باطل خود روان است دیگه قلفم میگه قلفم میشه برای حلال زاده است دیگه. اما کسی که حلال زاده نباشه قلفم که بیاری دو تا قلفم در خانه پرتی مشکنانه. پس این کتاب میتون بر کسایی که حق طلب میکنه اون را میفهمن. فجعلتها فی رسالت مستقلة نظرا للاهمیت و تسهیلا، و به خاطر آسان ساختن، چون اهمیت از بسیار زیاد است. چرا در عصری که دی شبهات و فتنه ها هست، همون مشکلات و شبهات دور میکنن.
و آسان میشه به خاطر اینکه کس خواسته باشه این موضوع مشخصه بفهمه میره میخونه. لمن اراد معرفت هذه المسئله، کسی که مسئله رو میخواد بخونه، والله هادی، هدایت کننده دیگه الله هست، الله هدایت میکنه و الموفق و توفیق دهنده و سواء السبیل به راه راست. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. خب این بود مقدمه از این مؤلف دیگه. ضرور نیست که من سر از این تفسیره بکنم و من فقط اگر ترجمه کرده بتانم همی که دوستای ما که در تاجیکستان و افغانستان ایران هستن، اینا ترجمه هم که برشان شوه انشاءالله استفاده میکنن میفهمن. خب الفصل الاول، فصل اول از که است فی تاریخ هذه الشبهه. میگه این شبهه از کجا پیدا شد، از کدام تاریخ پیدا شد. میگه که لم تظهر هذه الشبهه قبل عصر ابن تیمیه. میگه این شبهه پیدا نشد مگر قبل از عصر علامه ابن تیمیه. یعنی امی شبهه وجود نداشت. ها میگه لم تظهر هذه شبهه قبل عصر ابن تیمیه، یعنی قبل از عصر ابن تیمیه این شبهه وجود نداشت. کل مردم، کل علما میفهمیدن که کسی که مبتلا به شرک یا کفر اکبر میشه این دیگه خلاص است و این چی است، این مبتلا به شرک و کفر اکبر شده، بنابراین این عذر نداره و گپ ختم است. لکن میگه قبل از عصر ابن تیمیه امی مشکلات نبود. لان کل من ادعا العذر، چرا میگه بعد از عصر ابن تیمیه پیدا شد؟ میگه به خاطر هر کسی که عذر بالجهر ادعا میکنه در شرک اکبر، فإن اخدم ما يستدل به من الاقوال کلام ابن تیمیه. یعنی کسایی که مثلا میخیزن ای ادعا را میکنن، اما مقدم ترینشان دلیل از کجا برای خود میگیرن؟ از کتاب های شیخ الاسلام ابن تیمیه. و این دلیل میگیرن، میگه انه یعذر، که امام ابن تیمیه میگه در شرک اکبر عذر میداد. کسایی که استدلال میکنن این استدلال میکنن. ثم ظهرت هذه الشبهه، میگه باز این شبهه در چه وقت پیدا شد؟ فی عصر شیخ محمد ابن عبدالوهاب. وقتی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب دعوت خود شروع کرد، باز در این وقت از باز امی شبهه باز پیدا شد، مردم خیستن و باز امی مسئله را مطرح کردن. و ظهرت هذه الشبهه فی زمن الشیخ محمد ابن عبدالوهاب فی محورین. میگه در وقت محمد ابن عبدالوهاب در دو محور این چیز پیدا شد، همین شبهه پیدا شد که در کفر اکبر و شرک اکبر جهل چی است؟ عذر است. کدام دو محور بود؟ اولا اناس ضلال اثاروها فرد علیهم فی مفید المستفید. میگه یک تعداد مردمای گمراه بودن، با اساس گمراهی خیستن همین موضوع را مطرح کردن. یک نفر میبینه که کلمه میخونه لکن شرک میکنه، کفر میکنه، یا خیستن مردمای گمراه هستن میگه نه مسلمان است، اگر شرک هم کرد اگر کفر هم کرد. خب یک نکته اینه، میگه مردمای گمراه کردن، از این خاطر میگه این عالم خیست و کتابی را نوشته کرد، تألیف کرد به نام مفید المستفید، سر از اینا رد کرد. دوم میگه در کدام محور بود، کدام مردمای این موضوع را مطرح میکردن؟ میگه او اخف، میگه خفیفتر بود، لانها ظهرت فی اناس من باب الاشتباه. میگه این در بین مردمای این موضوع مطرح شد که اونا اشتباها مردمای مؤمن بودن، گمراه نبودن، بلکه مسئله را نمیفهمیدن، اشتباها آمدن این موضوع را مطرح کردن. و کانوا یطلبون الحق، یا طرفدار حق بودن. یعنی بعض اوقات یک کسی طرفدار حق است، بعدش شبهه پیدا میشه، به اساس شبهه یعنی گپ میزنه. امثال بعض طلابه فی الدرعیه، در منطقه درعیه یک تعداد شاگردای خود شیخ بود، اونا همین مسئله را مطرح میکردن که در کفر اکبر و در شرک اکبر عذر بالجهل است، شاگردایش مطرح میکرد. و فی احسان نام یک منطقه دیگه هسته در حجاز، بناهن این شاگردای خود شیخ بودن. ثم خمدت فیما بعد، و بعد از این وقتی که شیخ این کتاب خود نوشته کرد و در سای خود بیان کرد، در بین شاگردایش همین مشکل چی شد؟ ختم شد. احیانا خود شاگردای خود استاد در یگان شبهه واقع میشه. ثم ظهرت فی الجیل الثانی فی زمن الحفید عبدالرحمن ابن حسن. باز میگه در زمان نواسی شیخ
که عبدالرحمن ابن حسن هم یکی از علمای بزرگ بود و یکی از مفتی های بزرگ پیر شده. در زمان از این بازی مسئله مطرح شد، باز یک تعداد مردم خستن شروع کردن که حضور بالجهل در کفر شرک اکبر هست. باز میگه تبناها داوود ابن جرجیس، یک کسی بود نامش بود داوود ابن جرجیس، این نام از هم چندان نام نیست. و عثمان ابن منصور یک شخص دیگه بود، همین داوود ابن جرجیس و عثمان ابن منصور میگه یا همین موضوع را خیستن در بین مردم مطرح کردن. فتصدى لها الشیخ عبدالرحمن، این شیخ عبدالرحمن در مقابل از خیس استاد و گفت بر مردم، او مردم، این مردم ها مردم های گمراه هستن، این مردم ها مردم های درست نیستن، در کفر اکبر و شرک اکبر احتیاط بکنین، بشی درس بخوان، یاد بگیر که مبتلا نشی. دهی عذر نیست، دهی جهل عذر نمیشه. بالاخره و ساعده، میگه در این راستا امرایش همکاری کرد ابنه، پسرش عبداللطیف نام داشت. شیخ عبداللطیف هم تالیفات داره و کتابات داره، بسیار از علمای بزرگ و مفتی های بزرگ پیر شدن رحمهم الله. اینا چی کردن؟ اینا هم باز این امرای پدر خود همکاری کرد فی مصنفات معروفه، در کتاب ها و تعلیفات معروف. خیلی هم کتاب ها را نوشته کردن، تعلیفات کردن و برای مردم کتاب ها را توضیح کردن تا که مردم به حق برسن. و ساعدهم ایضا الشیخ ابا بطین، الشیخ ابا بطین هم در این راستا همراهشان همکاری کرد. این هم در خطبه ها و در تبلیغات و در ایای خود گپ بیان کرد. ثم ظهرت في الجيل الثالث، نمیگه در نسل سومی باز پیدا شد. مرض است دیگه، هر قدر که مرض چی میکنی از بین میبری، باز مثل سرطان واره از یک جای سر خدا میکشه. در نسل سومی میگه پیدا شد. فتصدى لها الشیخ اسحاق ابن عبدالرحمن، میگه در مقابل ازی استاد شد یکی از علمای بزرگ عصر که شیخ اسحاق ابن عبدالرحمن بود و شیخ ابن سحمان. این دیگه شیخ ها بودن، شیخ های بزرگ یا خیستن. فی مصنفات و فتاوا، در تعلیفات کردن کتاب ها و فتواها را دادن. و ساعد على ذلك ابناء الشیخ عبداللطیف و هما عبدالرحمن و ابراهیم. و در این راستا پسرای شیخ چی کردن؟ اونا پسرای شیخ عبداللطیف و عبدالرحمن در این راستا همکاری کردن. خب آن بگه ولا زالت موجودتا و تتجدد کل عصر. میگه همین مرض، همین مشکل، همین شبهه، میگه تا به حال هم موجود است و در عصر چی شده میره؟ اما تو باز پیدا شده میره. و هناك فی العصر الحاضر، میگه در عصر امروزی من اظهره، کسایی هستن که ان مسئله العذر بالجهل فی شرک الاکبر فیها خلاف. یک تعداد باز میخیزه میگه برادر شما خود این مسئله گپ میزنید، این مسئله بحث میکنین، این مسئله خلافیه هست، اتفاقی نیست. یکی از شبهات چی است؟ در بین علما اختلاف است. شما چون این گپ میزنید، بسیاری از علما میگن که چی است؟ در این مسئله اختلاف است. ثم يحكي الخلاف على قولين، باز بدو قول اختلاف ذکر میکنن. و هذا موجود في بعض الكتب والمذكرات المعاصره، میگه این موجود است در بعضی از کتاب ها و در بعضی از چپترهای معاصر. موجود است که بعضی کسا ادعا میکنن که در این مسئله چی هست؟ اختلافات هست. مع انه اذا ذكر الخلاف مع انه اذا ذكر الخلاف لا ينسبه الى احد. لكن همین شخصی که میگه این مسئله اختلاف است، پرسانش کنه که در این کدام علما اختلاف کرده و علما را هم ذکر نمیکنه. چرا اختلاف علمای بزرگ نکرده یا از دل خود میگن؟ و انما ينسبه نسبتا مطلقه، فقط ایده به مردم نسبت مطلق میکنن. خب و من شو هذا الفهم، میگه اساس همین فهم غلط چی است؟ و ظنهم ان الشیخ محمد بن عبد الوهاب له قولا، میگه اینا فکر میکنن که ان الشیخ محمد بن عبد الوهاب، میگه اونا فکر میکنن که شیخ محمد بن عبد الوهاب که است، میگه چی هست؟ له قولان، ای دو قول دارن. اونا این قسم فهم میکنن که والا خود این شیخ دو قول داشته، مثلا گاهی عذر میداده گاهی عذر نمیداده. دیگه از این خاطر اینا میگه که گمان میکنن.
حیث نظروا الى بعض نصوص شیخ محمد، بعضی از نصوصی که شیخ محمد می گفتن، ففهموا منها العذر بالجهل، اینا او را چی فکر کردن؟ حاضر بالجهل فکر کردن. این دی نصش اینه در اینجا خودتو گفتن، یعنی حضور داد در جهل. و هو ای عالم میگه که امی فهم از اینا کس مبنی علی توهم و ظن و فهم خاطئ. میگه امی فهم از اینا که این گپ غلط فهمیدن، میگه این مبنی بر توهم است. اینا را وهم گرفته، پیش خود اما تو چیز کردن و ظن و گمان کردن و فهم خاطئ است و فهم غلط است، غلط فهمیدن، درست نفهمیدن. و هذا سوف نتکلم علیه، یعنی این شیخ میگه که امی که اینا بعضی اوقات میخیزند و میگن که شیخ محمد در این راستا دو قول داشته و اختلاف داشته، میگه این هم به اساس چی هست؟ به اساس توهم و گمان و فهم غلط است، در حالی که عمود کتاب های شیخ در این مسئله را بیان نمیکنه. و هذا سوف نتکلم علیه، میگه انشاءالله در این باره ما با سخن میگیم انشاءالله فی فصول، درباره ازی در فصل های لاحقه، در فصل هایی که بعدا میه. و نجیب فیها، میگه و ما جواب میدیم از این در این عمن فهم هذه النصوص على غیر المراد. برای کی جواب میدیم؟ برای کسایی که همین نصوص بغیر از مراد مؤلف ای فهمیده است. مؤلف یک چیز قصد داره، ای خودش به اساس نفهمیدن نحو و صرف و یا مراد و نداشتن علم این غلط فهمیده. این عالم میگه که ما اینه باز چون مراد مؤلف نفهمیده که او مثلا اصطلاحات است. همیشه فکرتان باشه علما وقتی که اصطلاحات استعمال میکنن میگن که اینی اصطلاح به این معنا هست، او رو باید ما شما اصطلاحاتش بفهمیم. از این خاطر کسی که اصطلاحات نمیفهمه این در چی میگه؟ در گمان و در شک و در عدم فهمه. و نذکر الفهم الصحیح لذلك، همین نصوصی که اونا غلط فهمیدن این هم براتون بیان میکنیم و فهم صحیحش هم برای شما چی میکنیم؟ بیان میکنیم. و خلاصه عالم چی میگه؟ خلاصه میگه، خلاصه که فکر براتون بگیم چی هست که ان حکایت الخلاف فی مسئله العذر بالجهل محدثون. میگه خلاصه گپی است که این قصه اختلاف در مسئله عذر بالجهل که است این محدث است، یک گپ نو است که آل پیدا شده، لم یظهر الا فی العصر هذا، که پیدا نشده این مسئله که اختلاف است مگر در این عصر. اما العصور السابقه، اما در عصرهای قدیم که است فانها تذکر على انها اجتهاد لا یساق فیه خلاف، گفت بیان میشه که اجتهادی هست که در این اختلاف وجود نداره. یعنی در عصرهای سابق، در عصر سلف، در این مسئله ما اختلاف پیدا نکردیم. این عالم همین نکته را میگه، در عصر از اونا خلاف نبود. این خلافی که عالمیان اینا ذکر میکنن، این گپ اختلاف در این مسئله اینا کشیدن در عصر امروزی. و هذه فی مسئله من قال ان تکفیر الجهمیه، و هذه مثل مسئله من قال ان تکفیر الجهمیه فیه خلاف اعلی قولین. میگه این مثلا مثل مسئله دیگه است که بعضی کسان میگن در تکفیر جهمیه، یک تعداد به نام جهمیه بودن که اونا ایمان میگفتن که تنها معرفت است. زمین دلت که فهمیدی که الله وجود داره و الله خالق ما هست، تو دیگه مسلمان هستی، این مسلمان است. این جهمیه ها میگفتن. مردم گفتن تو کافر میشی با این گپ. چرا کافر میشی؟ به خاطر از اینکه ابلیس نمیفهمید که الله خالقش است، در حالی که در قرآن ابلیس کافر گفته شده. حال در آیت قرآن میگه که ابلیس میگه که وقت از پیش پرسان میشه چرا با آدم علیه السلام سجده نکردی؟ میگه من سجده به خاطر این نکردم که خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش خلق کردی، او را از گل خلق کردی. این ابلیس خود اون به زبان خودم اقرار کرد که الله خالقش است، لکن این خود کافر گفته شده. جهمیه چی میگه؟ نه، میگه در دل خود که اگر کس عقیده داشت ولو که در زبان خود کلمه هم نخونه، این مؤمن است. اینال علما کلشان این جهمی ها را، کسایی که به این فکر بودن، اینا را تکفیر کردن، گفتن که شما کافر هستین با این عقیده. ایمان که از اقرار و زبان است، تصدیق به قلب است و اعمال به اعضای بدن است. اینال اینجا میگه که بعضی کسا میگه این مسئله عذر بالجهل در شرک و کفر اکبر
میگه این مثل اون مسئله جهمیه هست که بعضی کسا در او هم میگه که علما اختلاف کردن. فهمیدی نه؟ در او هم میگه نه جهمیه رو کلی کافر نگفته. ثم يحكي الخلاف، باز میگه اختلاف، میگه در بین علما در این مسئله اختلاف بود. ولا ينسبه الى احد، بازور به هیچ کسی نسبت نمیده. چرا نسبت نمیده؟ به خاطر که علما در اون مسئله هم کسی در سلف، علمای صحابه و تابعین و تابع تابعین، کسی بعد از اینکه جهمیه پیدا شدن در وقت از یا کسی علمای سابق جهمیه را در مسئله کفرش کس اختلاف نکردن. کلی گفتن که جهمی ها چی هستن؟ کافر هستن. چرا که اونا صفات الله را انکار کردن، بسیار عیب ها داشتن که بازوره ما و شما در جایش خواندیم در درس عقیده. خب ولا ينسبه الى احد انما هو ظن خاطئ مبني على فهم خاطئ. اون مسئله هم که است چی است؟ گمان دروغ است، خطا هست به اساس فهم غلط فهمیده. لبعض کلام ابن تیمیه، بعضی کسا سخنهای ابن تیمیه را نمیفهمن که سخنهاش قوی هست، نمیفهمن، از این خاطر فکر میکنن که والا ابن تیمیه هم ایده مثلا خلاف از کردن. و هذا القائل لم يفرق بین استخدامات ابن تیمیه لمسمى الجهمیه. این میگه در بین اصطلاحاتی که در مورد جهمی ها ابن تیمیه استعمال میکنن، این امی اصطلاحات زیر نفهمید. چرا؟ عالم کسی هست، عالم عقیده و عالم دین که اصطلاحات شرعی را میفهمن. وقتی که برش یک مسئله را میگی، یک روز یک کسی امرای من در سر یک مسئله بحث میکرد، این مسئله کفر و مثلا تکفیر و عام و خاص ترا، گفتم خودت در این مسئله گپ میزنه، امی اصطلاحات مثلا اصول دین، مسائل ظاهره، مسائل خفیه، امی اصطلاحات میفهمی؟ نمیگم میگه نمیفهم. خیلی وقتی که تو این اصطلاحات نمیفهمی، چطور میخوای در مسئله تکفیر بحث میکنید؟ تو اول باید اصطلاحات بفهمی، اصطلاحات بفهمیم. مثلا در هر علم اصطلاحات است. مثلا وقتی کس نحو را میخونه، میفهمه که اینی فاعل چی هست، مفعول چی هست، مرفوع چی هست، منصوب چی هست، مجرور چی هست. وقتی بس کل مضاف الیه مجرور، باید بفهمه که مضاف الیه چی هست، مضاف چی هست. اینا هر چیز علم اصطلاحات خود داره. عقیده هم همین قسم اصطلاحات داره. این حالی عالم میگه چرا مردم گپای علامه ابن تیمیه را نفهمیدن؟ به خاطر اینکه میگه این در استخدامات امی ابن تیمیه رحمه الله وقتی که اصطلاحات استعمال میکنه، این وقتی که ابن تیمیه مثلا درباره جهمی ها گپ میزنه، اصطلاحات مختلف ذکر میکنه، این اصطلاحات نمیفهمه. این اصطلاحات به حساب سیاق در جمله تو میفهمی که در اینجا مقصدش اینی راستا هست، نه ای که مثلا در مسئله کفر جهمیه او چیز داشته باشن. و هذه ظهرت فی عصر الشیخ سلیمان بن سحمان. میگه همین گپ هم پیدا شد در وقت شیخ سلیمان بن سحمان. فرد علیهم ان المسأله وفاقیه فی تکفیر الجهمیه. میگه شیخ سحمان بر از اینا، سلیمان بن سحمان بر از اینا فهماند که در تکفیر جهمیه را تکفیر کردن، این بین کل علمای اهل سنت اتفاقی است. كل علماء السنت به اتفاق هستند وليس فيها خلاف كما في كتابه. میگه بیان کرده که در هیچ اختلاف نیست. کسی که درباره از اختلاف میگه این دروغ میگه، تلبیس میکنه. كما في كتابه، مثل که امی شیخ سلیمان بن سحمان یک کتاب نوشته کرده به نام رفع الالتباس، یک کتاب به نام رفع الالتباس که یعنی کسایی که التباس میکنن، گپ میکنن، خلط میکنن. و دیگه کتاب چی است؟ کشف الشبهتین. دیگه کتاب نوشته کرده به نام کشف الشبهتین. و سوف ننقل کلامه فی ذلك. شیخ علی بن خضیر میگه ما ان شاء الله باز خانه یزید هم در این باره ان شاء الله میگه من نقل میکنم فی فصول لاحقه، در فصلهای بعدی. و ایضا تصدى لذلك عبدالله و ابراهیم ابناء الشیخ عبداللطیف. میگه همچنان در این مسئله که مردم خیستن این موضوع را مطرح کردن، میگه شیخ عبدالله و شیخ ابراهیم که هم دو تا عروشان علما هستن، فرزندان شیخ عبداللطیف هستن، اینا هم در مقابل از استاد شدن و گفتن قالو و اما دعاء الصالحین، گفتن کسی که
بر صالحین میخیزن میره پیش قبرهاشان دست دعا را بلند میکنن و از اینا میخواه که او فلانی شیخه که تو چی هستی تو برای من اینی کمک بکن، سر مردم افغانستان رحم بکن، سر ما چی بکن. اینی دست خود پیش قبرها بالا میکنن در مقابل قبرهای صالحین. و الاستغاثه بهم، استغاثه میکنن. یکی دعا هست که مثلا برای کسی دست دعا را میره، استغاثه در حالت سختی هست که من در این مرض مبتلا هستم، در این مشکلات هستم، ای دوست خدا پیش از این قبر از این سر خدا میمانه که مرا نجات بده. این حالی عالم میگه کسی که این کار میکنه اگر دعا میکنه پیش قبرهای صالحین، از اینا طلب میکنن یا استغاثه به اینا میکنن، و قصدهم فی الملمات و الشدائد، قصدشان در سختی ها و مشکلات چی است؟ فهذا لا ینازع مسلم فی تحریمه. میگه در این مسئله هیچ مسلمان در این اختلاف منازعه نمیکنه. والحکم، همچنان منازعه در این نمیکنه که کارش حرام است. و حکم به انه من الشرک الاکبر، که اینمی طلب کردن از اینمی صاحب قبر، امی شخص خوب که ولی از الله هست، از این ولی بچه میخواه یا دختر میخواه یا در سختی ها مشکلات مثلا میخواه که مرض مرا جور بگو چی است، میگی از جمله چی است؟ شرک اکبر است. شرک اکبر کدام شرک است؟ که انسان از دایره ایمان خارج میکنه. فلیس فی تکفیرهم و تکفیر الجهمیت قولان. از این خاطری عالم میگه که نه در تکفیر اینمی شخصی که مرتکب شرک اکبر شده و نه هم در تکفیر جهمیه. در این دو مسئله دو قول نیست پیش علما، اختلافی نیست. علما بعضشان اهل سنت اختلاف کرد، نه در این مسئله اصلا نیست. این در کتاب نجیه در جلد 3 صفحه 66 است. والله اعلم.